سلام دوستان، من حسینم و اینجا کانال های تک. خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو میخوام یک ایده خفنی که خودم درست کردم و بهتون بگم. این ایده چیه؟ با این شدت محبوبیت ماینکرافت که الان خیلی از چنل های یوتیوب زدن تو کار ماینکرافت و بازی کردن گیم ماینکرافت و گیم پلی خودشون میذارن، من به این فکر رسیدم که شاید خیلی از شما میخواین از صفر یاد بگیرین. منم زیاد ماینکرافت پلیر نیستم. خب چیکار بکنیم؟ بیایم با هم ماینکرافت رو شروع کنیم. من یک سرور میسازم یا حتی یک سید بهتون معرفی میکنم. هممون با هم از یک رو شروع میکنیم. هر روز در حد یک ویدیوی 10 دقیقه شما 10 دقیقه از وقتتون رو بذارین روی صرف تماشا کردن فیلم من. با هم شروع میکنیم، با هم یاد میگیریم و با هم ادامه میدیم. خیلی متشکرم. حتما ادامه ویدیو رو ببینید و اولین روز شروع ماینکرافت رو تو چنل های تک بذارید. بریم روی صفحه گوشی تا با هم ماینکرافت رو پلی کنیم. خب دوستان، اومدیم روی صفحه گوشی و میخوایم ماینکرافت رو پلی بدیم. من فعلا استیو میمونم و گزینه پلی رو میزنم. اینجا توی ورد کریت نیو ورد رو میزنم تا یه زمین جدید برام باز کنه. اسمش هم میزنم های تک. های تک چنل. اسم چنل خودمون رو گذاشتیم. اینجا گیم مودمون رو سروایوله که انگار حالت بقیه. کریتیو حالتیه که شما خلاقانه و همه چی رو دارین، میتونین استفاده کنید. اینجا میتونین درصد انگار اسپان ماب ها رو چک کنین که من میذارم روی هارد کنم برای اینه که وقتی یک بار بمیرید دیگه هیچ وقت اسپان نمیشه. خب ما اینو نمیذاریم، شاید بمیریم. اینجا سید، من یک سید رو از قبل بازی کردم و چیزای خوبی داشته. میتونین از همین سید استفاده کنین. این سید رو حتما تو دیسکریپشن میذارم تا کپی کنین. اینجا فلت ورد تا بتونیم یک زمین صاف داشته باشیم. اینا کاری نداریم. مختصات رو من میخوام همیشه بهم نشون بده و روزهایی هم که تو بازی بودم رو نشون بده. این دو تا گزینه هم مشخص کنیم. این گزینه اون گزینه دیگه زیاد نیاز نداریم بهشون بپردازیم. این گزینه رو بذارین روی یک نفر، چون اگه بخواید با چند نفر آنلاین بازی کنین حتما یک نفر باید خوابیده باشه. اینطوری نباشه که شما اگه 10 نفرین 10 نفرتون باید با هم بخوابین. یک نفرم بخوابه میتونه بازی رو پلی بده. خب من بازی رو شروع میکنم. اینجا منتظر میمونم تا لود بشه. یه مقدار طول میکشه تا زمین برای من درست کنه. ما منتظر میمونیم. لطفا سابسکرایب بکنین، لایک هم بکنین، زنگوله رو آل بزنین تا هر وقت ویدیو جدید گذاشتم ببینید. حتما ویدیوهای ماینکرافت توی یک پلیلیست جدا قرار میگیره. خب ما وارد بازی شدیم. اینجا فضا رو میبینیم، فضای جایی که اسپان شدیم. فعلا به حیونا کاری نداریم و بریم ببینیم اولین کاری که باید تو ماینکرافت بکنیم چی کاره. اینجا من یه مقدار دمیج خوردم و از جونم کم شد. البته اینی که از جونم کم شد زیاد کم نشد. من میام پایین تا به یک زمین صاف برسم. آخ چه دمیج سنگینی خوردم این دفعه. اولین کاری که تو ماینکرافت می‌کنیم بعد از اسپان شدن، شما میایین شروع می‌کنین به درخت‌ها رو کندن. شما اول یه درخت رو می‌کنین. ما همینطوری می‌کنیم. بعد از اینکه یک درخت تموم شد می‌خوام یه چیزی درست کنیم. خب ما اولین کاری که می‌کنیم درخت‌ها رو تبدیل می‌کنیم به چوب‌های قطعه شده. هر تنه درخت 4 تا چوب بهمون میده. حالا این چوبا رو این شکلی می‌ذاریم، یک کرافتینگ تیبل درست کنیم. کرافتینگ تیبل رو می‌ذارین و شما تبر درست کنید. یک تبر البته اگر بتونید یک دونه پیککس هم درست کنید خوبه. خب من میام شروع می‌کنم دوباره به درخت رو کندن. البته این دفعه با سرعت بیشتر به خاطر اینکه این دفعه با دست نمی‌کنم، با تبر می‌کنم. شما تو روز اول ماینکرافت قبل از اینکه شب بشه باید هم چوب جمع کنین هم سنگ. کرافتینگ تیبل هم که بعد ساخته باشین. اینجا من سریع جمع می‌کنم. خب بعد از اینکه اینجا همه چوبایی که نیاز داشتیم کندیم، باید یه دونه بیس بسازیم. بیس به معنی یک ساختن یک خونه که قرار باشه به ما یک جایی و مکانی رو به ما بده تا ما اونجا زندگی کنیم. خب برای که اول بخوایم زنده بمونیم بذار من که خوب باشه توی کوه پیدا کنم بتونم ازش استفاده کنم. اینجا به نظرم خوبه، مناسبه. اینجا رو میکنم برای که سریع کنده بشه از پیککس استفاده کنم. من معمولا سعی میکنم جایی که میکنم همیشه عدد فرد بشه، چون تک در میذارم و این موجب این میشه که یک در به صورت کاملا منظم دو تا بلاک یا یکی بلاک از سمت راست فاصله باشه، یکی بلاک از سمت چپ. اینجا که من دارم ماین میکنم این سنگ خرد شده. بعد از اینکه سنگو میکنیم خرد میشه. این کارو برای این میکنیم که شما برین وسایل سنگی درست کنید، مثلا مثل تبر سنگی و پیککس سنگی. الان من یه پیککس سنگی درست میکنم تا تونه بیشتری داشته باشه. بعد دوباره میرم سراغ کندن. اینجا میکنم تا یه دونه بیس بسازم. برای ساختن بیس فقط لازمه که شما یک جایی رو برای
اقامت در نظر بگیرید. حالا اون جای گسترش بدین، یه خونه دیگه، یک مسکن درست کنید برای خودتون. خب من میرم کرافتینگ تیبلمو برای خودم بیارم و اولین بیسمون تو بازی بسازیم. کرافتینگ تیبل رو میذارم اینجا، ولی هیچ خونه‌ای بدون اجاق گاز نباید باشه. یه اجاق گازم درست میکنم. اجاق گاز باید با سنگ درست کنیم این شکلی. یک درم برای خونم میذارم چون در همیشه نیاز. یک دونه در میذاریم اینجا و میریم وارد خونه میشیم. الان شاید متوجه بشین که من یک سری منابع دارم ولی جایی ندارم که اونا رو بذارم. خب مشکلی نداره. دوباره کرافتینگ تیبل رو باز میکنم، تنه درختامو میذارم و چوب‌های بریده شده میگیرم. وقتی چوب‌های بریده شده میگیرین شما با گذاشتن چوب‌های بریده شده به این صورت شما میتونین یک دونه چست یا صندوقچه درست کنین. صندوقچه برای اینه که شما بتونین وسایلتون رو داخلش بذارین. حالا وسایل من زیاد الان نیست اونقدر که بخوام وسیله هامو جابجا کنم. من اینجا میام از چوب‌هایی که دارم یک دور چوبی برای خونم درست کنم تا یه نمایی داشته باشه و خودم متوجه بشم اینجا خونمه، چون از دور درد زیاد دیده نمیشه. این ساخت اولین بیس ماه. این اولین کاریه که شما باید توی ماینکرافت بکنی. تا ویدیوی بعد خدا نگهدار. خیلی متشکرم که ویدیو رو تا آخر نگاه کردین. اگر دوست داشتین سابسکرایب بکنین، زنگوله رو بزنین و لایک هم بکنین. اگه دوست داشتین یه کامنت هم بذارین تا حسابتون نپره. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.